ریسکی ترین کار ممکنه میخوام انجام بدم این کار. چطور شدم؟ یه تغییر اساسی دارم میخواست که هم رفتم چشمی زدم هم موهامو بنود کردم. سال 4 سال تغییر منه. به نظر خودم که خیلی بهم میاد. نظر شما رو نمیدونم ولی حتما به نظرتون رو بگید. ولی خودم خیلی دوستش دارم. بله. هر دفعه که من میگم آره موهامو رنگ کردم شما باز رکب میخورین کیومرسا. کلاگیسه. آره موهامو رنگ نکردم کلاگیسه. ولی خدایی حال کردی چقدر طبیعیه. نگاه کن. خیلی طبیعیه، بیش از حد طبیعیه. اینم یه رنگ دیگه شه که به نظرم خیلی بهم میاد. خدایی خیلی خوش رنگه. ترجیح میدم سکوت کنم تا از زیبایی این کلاگیس لذت ببرید. رنگ و نگاه، مدل و نگاه چقدر بهم میاد. خرمن گیسو که میگن اینه، زیبایی رنگ مو که میگن اینه، کلاه گیس طبیعی که میگن اینه عزیزم. بقیه همه شوخی و جوکه. بچه‌ها من این 4 تا کلاگیس رو پیجی که داخل کپشن تگ کردم گرفتم. پرداخت 2 مرحله‌ای دارن. اگر که کلاگیسی مد نظرتون هست اما داخل سایتشون پیدا نکردید میتونید بهشون بگید تا براتون موجود بکنن. و اینم بگم که 2 مدل کلاگیس دارن. یه دونه این مدلیاز که حالا تنوعش خیلی زیاده، یه مدل دیگه هم دارن که حالت فانتزی طور، قیمت اون پایین‌تره ولی خیلی خوشگله. خیلی برید تو پیجشون خودتون می‌بینید. و اینم بگم که کیفیت دوختاشون اصلا بچه‌ها خودتون می‌بینید چقدر حرفه‌ای دوخته شده و چقدر طبیعیه. خیلی کاراشون خفنه. خیلی کاراشون خفنه. خودتون برید داخل پیجشو ببینید و عشق کنید. چه موهایی. به به. دوستتون دارم. بوس به همتون فعلا.